سلام بچه‌ها، خوش اومد به ویدیو امروز. بچه‌ها بالاخره رونمایی از اکانت رو گذاشتم. این خیلی فایتا. بچه‌ها اکانت خدا اچ استانک داره، گست لوزن، منتاره، گیردکشن، فول تقریبا اکانت خداه. آخر ویدیو براتون رونمایی از اکانت رو گذاشتم، یه گیم پلی خیلی خوب و عالی دیگه. اگه باگ اسنو بردن بلد نیستید، همه باگاشو من بلدم، کامنت بذارید که این ویدیو هم براتون درست کنم. ویدیو شلاقی هم احتمالاً یا فردا یا پس فردا براتون میذارم که دیگه عشق کنید. تمام راه شلاقی زدن، هر چی راه وجود داره تو اون ویدیو براتون گذاشتم. بچه‌ها انصافا 1% خوشتون اومد لایک و ساب کنید، ما هم دیده بشیم. دستتون درد نکنه. خدای قدرت وان شات اچ اس نگاه کنید. البته پرک هم تاثیر داره ولی اتچمنت گذاشتم خدا. اگه میخواد اتچمنت بهتون بدم تو کامنت ها حتما بنویسید اتچمنت اچ اس تا براتون این اتچمنت خیلی خوب پیدا کنم و بذارم. مثلا همین اتچمنت هم میتونم براتون بذارم ولی این فکر کنم فقط رو اچ استانک جواب بده. حالا اونم براتون میذارم، اگه خواستید برید تست کنید. بچه‌ها نظرتون چیه کانال کاستوم روم درست کنم خودم و هر روز بالای 15-20 تا کاستوم داخلش بذارم؟ اینجوری هم یه محیط سالم درست میشه که اون 2-3 ساعت میخواید بازی کنید و کنار رفیقاتون بازی کنید و لذت ببرید. همین که دیگه مشکل ندارید که لیدر کیکتون کنه و از اینجور حرفا. همینجوری هی پشت سر هم کاستوم میذاریم هر روز. عشق و حال براه دیگه بچه‌ها کم کم بریم سراغ رونمایی از اکانت. اینم از نفر آخر. بریم سراغ رونمایی از اکانت که عشق کنید و دیگه لذت ببرید. 19 تا کیل. بچه‌ها اینجا شما پروفایلای اکانت رو نگاه کنید. پروفایلای تلگرامی فکر کنم 6-7 تاش تلگرامی باشه. همین پروفایلی که خودم گذاشتم تلگرامیه. اون چاپرم تلگرامیه. اونا که کم قدیمی به نظر میاد معلومه دیگه کدومش تلگرامیه. پروفایل هم خیلی مهم نیست. میریم سراغ گانای اکانت. اول اینجا رو نگاه کنید 911 بار بالای 10 تا کیلو برده تو رنگ. البته واقعا با این اکانت حیف آدم بره رنگ بازی کنه. یه M13 دیاریت 117 و دیل هم داره. البته این دیله که دیگه فقط به درد مولتی میخوره. بتل هم من ردکشن میذارم، خیلی ریجستریش خوبه. شاید باورتون نشه ولی حتی از دیلات هم بهتره. سراغ اچ اس تانک، بهترین و کمیابترین گان بازی. به به. چه همینجوری شما اکانت رو نگاه کنید، امیدوارم لذت ببرید دیگه. خوشتون اومد از گیم پلی هم حتما لایک و ساب کنید. این نایفم خیلی کمیابه.
این بود از رونمایی از اکانت من که خودتون درخواست کرده بودید. بچه‌ها خوشتون اومد از این ویدیو حتما لایک و ساب کنید. مرسی تا اینجا ویدیو رو دیدید.